در قسمت آخر آزمایش مقاومت‌ها یک مقاومت مجهول داریم که مقدارش رو نداریم، بنابراین و قرار هست که مقدارش رو چکار کنیم به دست بیاریم. تیتر آزمایش این هست که به دست آوردن مقاومت مجهول با استفاده از روش ولتمتر آمپرمتر. برای این قسمت شما یک مدار لازم دارید که شامل یک منبع هست. منبعتون رو باید روی 4 ولت دیسی تنظیم کنید که گفتیم برای تنظیم کردن منبع از یه ولتمتر استفاده می‌کنیم. 2.5 ولتمتر رو قرار شد که ببندیم به خروجی های سری اول منبعمون، منبع رو روشن بکنیم و اگر این اتفاق افتاد یعنی که مثبت و منفی رعایت نشده سریع از اینجا جابجا کنید بدون که مسئله پیش بیاد و با تغییر این پیچ چیکار کنید؟ منبعتون رو روی 4 ولت دیسی تنظیم کنید. دوباره یادآوری بکنم که باید عمود نگاه بکنید که این عقربه دقیقاً با تصویری که داخل آینه میندازه روی همدیگه بیفتن. خب منبعتون رو که تنظیم کردید، منبع رو خاموش کنید و شروع کنید به بستن مدار. در مداری که قراره ببندیم یک منبع لازم داریم، بنابراین یک منبع که از منبعی که تنظیم کردیم روی 4 ولت میاد به آمپرمتری که در اختیار داریم. از آمپرمتر چون قرار شد سری بسته بشه میاد به مقاومت مجهول. از مقاومت مجهول میاد به رئوستا که قرار شد که یک از این سرای ثابت رو استفاده کنیم و اثر متغیر رئوستا برمیگرده به منبع. من یه دونه مقاومت مجهول توی مدار دارم، یه دونه آمپرمتر هم سری در مدار قرار داره. یه دونه ولتمتر هم لازم دارم برای که ولتاژ دو سر مقاومت رو بگیره و اینو چیکار میکنم؟ به دو سر مقاومتی که در اختیارم هست میام موازی میبندم. خب منبع رو روشن میکنم و ابتدا چک میکنم ببینم آیا عقربه ولتمترم، عقربه آمپرمترم و رئوستای من جواب میدن یا نه. خب مطلبی که وجود داره الان نگاه کنید این زده عقب، بنابراین اینو باید درست بکنم. و مطلب دیگه که وجود داره این سر ثابت رو که استفاده کردم ولتمتر من و آمپرمتر من آنچنان عددی به من نمیدن. بنابراین اگر من بیام این سرش رو عوض بکنم، سر ثابت رو میبینید تغییرات ایجاد شد. سرای ثابت چه فرقی با هم دیگه دارن؟ اگر این سر رو استفاده کردم و لغزنده من اینجاست یعنی اینجا مقاومتم کمه. کم کم اینو میتونم چیکار کنم؟ اضافه کنم. که شما اگر نگاه بکنید با تغییری که دارم ایجاد میکنم ولتمتر و آمپرمترتون تغییر میکنه. اما اگر میام اینجا میدم این سر ثابت رو استفاده میکنم اینجا مقاومتم خیلی زیاده که ولتمتر و آمپرمتر من آنچنان عقربه تغییر نمیکنه. اینجا آخر که میارم مقاومت 0 داره. بنابراین فرقی ندارن این سرای ثابت کدوم استفاده بشه. مهم اینه که من کاربر آیا راحتم که اینوری لغزنده رو جابجا کنم یا اینوری لغزنده رو جابجا کنم. درست؟ چون من راحت ترم که لغزنده رو از جلو به عقب ببرم، بنابراین میارم اول و چیکار میکنم؟ لغزنده رو از جلو به عقب میبرم. خب کاری که انجام میدید چی هست؟ مقاومت مجهوله. تنها کاری که شما میتونید در مدار انجام بدید تغییر لغزنده است که تغییر در ولتاژ و جریانتون ایجاد میکنه. شما باید یه سری داده بگیرید. جریان‌های متغیر، ولتاژهای متغیر. این حالت اول هست. یک جدول دیتا باید داشته باشید برای خودتون به این شکل V بر حسب I. عددش رو یادداشت کنید. یک V1 دارم، یک I1 دارم. دوباره V2 و I2 شما چطوری ایجاد میشن؟ من کافیه یک کوچولو این لغزنده رو چیکار کنم؟ جابجا کنم. میشود V2 I2. عددش رو یادداشت میکنید. دوباره تغییر میدم. V2 I2 تغییر میدم. V3 I3 V4 I4 و V5 I5. برای من 5 تا عدد کفایت میکنه. حالا این عددهایی که شما دارید رو باید یا با استفاده از نرم افزار، هر نرم افزاری که بلدید که نمودار باش بکشید که راحت ترین نرم افزاری که در اساس همه هست اکسل هست، یا هم با استفاده از کاغذ میلیمتری که معمولا در آزمایشات قبلی که داشتید یاد گرفتید کار باهاش رو، باید نمودارش رو چیکار کنید؟ رسم بکنید. نموداری که باید رسم بشه چه نموداری است؟
نموداری که باید رسم بکنید نمودار V هست بر حسب آی. وقتی که نقطه یابی کردید، یعنی این داده ها رو روی محوراتون پیاده کردید، به این شکل نقاطی رسم میشه. بهترین خطی است که نقاط بیشتری روش قرار بگیره و با خطکش رسم بشه، کج نباشه. حالا شیب خط رو که حساب بکنید، تانژانت تتای شما میشود آر ایکس. مقاومت مجهول رو به شما میده. دقت کنید که تانژانت تتا آر ایکس رو به شما میده. بعضا دیدم که بچه ها میان تانژانت میگیرن. این تانژانت هیچ کمیت فیزیکی به من نمیده. بنابراین دقت بفرمایید که نمودار وی رو بر حسب آی که رسم میکنید، شیبی که به دست میارید که میشود ضلع مقابل به مجاور میشود آر ایکس شما که مقاومت مجهولی است که شما در مدار گذاشتید. این مقاومت واقعا مجهوله، اما معمولا در آزمایشگاه یک مقاومتی با یک مقدار اوم مشخص به دانشجو میدیم که دانشجو بتونه خطاگیریش رو چیکار بکنه، انجام بده، بدونه که چقدر خطا داشته. این از آزمایش مقاومت ها. پس به طور خلاصه یک سری مطالب رو دوباره تکرار کنم براتون. در مقاومت ها گذاشتن ولتمتر و آمپرمتر خیلی مهمه. ولتمتر به صورت موازی در مدار قرار میگیره، آمپرمتر به صورت سری در مدار قرار میگیره. ما در گذاشتن ولتمتر خیلی چالش نداریم، اما در گذاشتن آمپرمتر چون سری بسته میشه خیلی چالشی هستیم، مخصوصا در مدار موازی. آنچه که شما در اینجا یاد گرفتید گذاشتن ولتمتر هست، گذاشتن آمپرمتر هست، تنظیم کردن منبع هست که در حالت دیسی و ایسی حتما باید با ولتمتر و آمپرمتر دیسی و ایسی تنظیم بشه. قرائت ولتمتر و آمپرمتر هست که خیلی مهمه. شما باید بتونید هر وسیله اندازه‌گیری در مرحله اول قبل از اینکه نگاش بکنید دقتش رو اندازه‌گیری به دست بیارید که تو مدار که میذارید مشکلی براتون درست نشه. و سرهای ثابت رئوستا خیلی مهم بودن که باید بدونید کدوم سر ثابت رو در مدارتون قرار بدید و اینکه چطوری میتوانید مقدار مقاومت معادل رو در مقاومت‌های سری و موازی به دست بیارید، بتونید با مقدار تجربهش خطاگیری بکنید. و قسمت آخر هم که به دست آوردن مقاومت مجهول هست که شیب خط میشود مقدار آر ایکسی که دارید. این از قسمت اول آزمایش یا آزمایش شماره 1 که به این شکل به تفصیل خدمت شما ارائه شد.